هم نشانه بی‌تربیتی و بی‌مسئولیتی پدر و مادران نسبت به فرزندان خودش. من سپارش دادم وزارت کارهای داخلی که چنین اشخاص را نوار گیرد بعد نشان دهند فرزندان کی است. خلاص انا اونورا رمضان رحیمزاده برام ماشین رستم ماشین شورخه که خاطی رستم میگرده ماشین تخمینه را ماشین کلنش شوی ظریف بیکه اون ظریف بیکه که کلنش میگه رستم شوی تخمینه را اونورا باش ماشین پدرش ظریف بیگه بگینم اونورا ای رئیسی ای دادرش ای چینم داره آخه همون زرد سرخ کبوت بچهای ظریف بیک بچهای همون شریف بیکه بگیره نشانشون بتیه ماشین حاجی امرالله را ماشین امانه ماشین محیبه اینا را بگیره نشان بتیم نه ترس رمضان رحیمزاده فرمان داشته بگی نشانشون بتی که این ای ماشین محیبی حیوانه این ای ماشین حاجی امرالله این ای ماشین یعنی که وزیری چینم داره وزیری معارف عروس شای عزیزه عروسی وزیر معارف این ایش فلانی شای این ایش فلانی ماشیناشون را بگیره نشان بتیه اگر پرابلم نیست ای دختر رحمان فای بچه رحمان فای ای یعنی که بای فرندوشا ای دختراشا ای بچه‌هاشا عروساشا گریمای رحمانوف و دخترایی که با رحمان مناسبت دارن همه را بگی تلویزیون دا نشانشون بودی تو اجازت داری اجازت دادی نه تمام یکم پرابلم نداره بگی مرحمت نشانشون بودی در تلویزیون ای چی میترسی بعد